گاوگذار دهنه ولایت ختلون مردم شهر کلوب تیاری برای عید. اینجا گوش بده. مردم همه خرید کسی برای عید. گلنیسا عبدالحیوه ساکنی دهه نونجمسی ناحیه واسه میگوید روزی 5 می اولین نشانه‌های مانند به بیماری کووید 19 را در بدن خود و دخترش احساس کردند. همه کسل چون کروناش میگن چیش میگن دیگه نمیدونیم ما چی برن نبودنش همه دونم که همه کسل شدیم خواه دیگه شیشت خیل موندیم. 3 فرزند این مادر بیمار طبیبند و در این شب و روز در دوشنبه و بلجوان مریضان گرفتار کرونا ویروس را طبابت میکنند. مادر میگوید آنها نیز در بیمارستان با این مریضی گرفتار شده بیستری هستند. به همین سبب فرزندان به کمک مادر و دیگر اعضای خانواده رسیدن نمیتوانند و تنها با تلفن توصیه میدهند. اما از طبیبان محلی شکایت دارند که به دیداربینی و کمک او و خانواده اش نآمده اند و کاری آنها را یک دختری با نشانه های این بیماری گرفتارش انجام داده است. هممون خواب با همین 4 کس یاده 40-50 شیشه دارو ریختیم. خودمون نه. سنگ احمد قربان و پدر خانواده میگوید بیماری مانند با نشانه های کرونا ویروس را کودکان اویله خیلی آسان و تقریبا ناعیان پشت سر کردند. 3 روز روی هم خفام گرفت. اول که خفام گرفت کم تشت کردم نه که مرا در روز نگرفت روز دیگه 3-4 روز ده همین دارو استفاده بردم انا بهتر شدم. سنگ احمد قربان او میگوید برادرش محیب الله 6 روز قبل با نشانه های بیماری کرونا ویروس فوتید و جسدش را سلف پیچ دفن کردند. اعضای این خانواده میگوید که سبب نآمدن طبیبان در آن است که لباس های محافظتی و لوازمات طبی خوب ندارند. تعداد زیادی ساکنان منطقه کلوب نیز مثل مناطق دیگر از گرفتاری به بیماری مانند به نشانه های کووید 19 شکایت میکنند و میگویند یا به بیمارخانه مراجعت نکردند و یا به آنها در خانه طبابت کردن را توصیه داده‌اند. زیرا خروج کرونا ویروس شماره مراجعت به طبیبان را به مراتب افزوده است و بیمارستان های کشور نیز امکان قبول همه را ندارد. مثل که در کشورهای خارجی نیز در اوج خروج کرونا ویروس به بیماران وضعشان سبک کرانتین و طبابت در خانه را توصیه می‌دهند. اما در خانواده های 3 فرزند تاجیک کرانتین 1 یا 2 اعضای خانواده تقریبا امکانیت ندارد و رعایت هم نمی شود. نه دورنیکان نه مردک اومدک ماشین خطی آرد روغن هم خیلی چطورشون داد. نه ماشاءالله ساعت 4 سحره همه بیچلو هر سحر همین ساعت های 3 سرکدگی 2 ساعت 4 همین منطقه را توزه میکنم که نه خیرخواه آمد هم خیلی خیلی خیرشون قبول گردونه به یکان خیلی کامیرا و به یکان خیلی یوتیوب اومدن اینجا خیر کلیسه خیلی آن رزق روش از یوتیوب برکت شد. خیری نیسا محمدیه و هرچند اکنون سرپناه یافت از پریشان شدن خانوادهش نگران است. خانه‌اش را سیل برد و از 16 عضو خانواده تنها شوهر و 2 نبیرش در این خیمه اند. خیلی نمی یک بخوار اومد یگون چیمان نگرفتیم اینا کلونا گودکای مایده گورا کتی هر جو برد تقسیم کردگی همین آدمای خیر میکرده خدا جان 100,000 کنه این هر روزه بیاردم کدستیم ای اوقات ای چیزی باش ای لباسه ای خوراکم چی. مقامات بعد از چند روزی آفت و اعتراض ساکنان آنها را به خیمه و خوراک تامین نمودند. ساکنان آسیب دیده منتظرند که برایشان زمین و برای ساختمان منزل کمک داده می شود. خیمتر گرم هوا گرم نفس آدم میگیره و خیلی گرم میده
نفت میگه خیلی اومده دیده رسولی خیلی همه دکترها اومده سنجیسا دیانو چی کرد؟ اکو ما 11 نفر بودین همون یکم شب گفتن که می مابین 2-3 روز حل میکنیم انا کوی 11 حال 3 تقریبا ممکن زیاد شده باشه. پس از بارانهای 13 و 14 می در دو جماعت ناحیه خراسان سیل آمده از یرچ یا کوچیدن خاک چند خانه ویران شدند. تا حاضر 32 تا خیمه فاصل کرده شده از طرف رئیست کمیته در ولایت خرطوم و تمام شهروندان ضرر دیده که خونه‌شان افرادی ویران شده بود با خیمه تامین می‌شد. یعنی که تا حاضر 32 نفر خانه‌اش پورا ویران شده است. خیمه ها زمانی آورده شدند که ساکنان آسیب دیده روز 17 می چند ساعت با نشان اعتراض راه دوشنبه باختر را بستند. مقامات اعتراضگران را پراکنده کردند. ساکنان گفتند که مقامات آنها را هشدار دادند بنابراین بسیاری ها درباره وضع صحبت کردن نمیخواهند. مقامات میگوید که مسئله تامین کردن آسیب دیدگان با زمین نزد حولگی و یاری در بنیاد یا تعمیر خانه ها در مد نظر است. دوره زمین جمهوری ترکستان مسئله انتخاب زمین رفته ایستاده است که در جای نزدیک با مردم آسیب دیده قطع زمین اجرا کرده می‌شود. از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به این مردم موادهای ساختمانی از قبیل سیمنت، تخته 370 توب، شیفیر و ارماتور از قبیل آهن ارماتور کمک رسانده شدند که موازی ذخیره کرده ایستادیم به مردم تقسیم کرده می‌توانیم. این همه است. در آفت طبیعی اخیر در ناحیه خراسان 2 نفر به هلاکت رسیده، زیاد از 300 خانه 2600 گکتار کشتار و پولیس ضرر دیده، زیاد از 90